یک کسی یک پیام روان میکنه، میگه اگر این به 100 نفر روان نکردی لعنت خدا سرید، اگر این به 1000 نفر روان نکردی به اصطلاح برید مصیبت میرسه، نمیفهمم برید خبر بد میرسه که برید چنین است چنان است. تمام این مسائل جزء خرافات است، جزء چتیات است، در منطق یک مسلمان واقعی نمی گنجد. یا به اصطلاح چای گرفته، از خواب شیخ احمد گرفته، از سخن گفتن این تفلکی که در گهواره گفته به اصطلاح چای بخورید، به اصطلاح از تارموی در بین قرآن، از خبر دادن رمضان، نمیفهمم فلان فلان فلان، این پیامبر بری 100 نفر روان بکن، اینها همش جزء مزخرفات. مسلمان در برابر اینها مسئول نیست که اینها را باور بکنه یا به اینها عمل بکنه. مبارک رمضان نزدیک است که حدیث جلیل که ساختن هر روز در صفحات دست به دست میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته کسی خبر ماه مبارک رمضان را برای مسلمان ها بشارت بده آتش جهنم بر او حرام است. والله چنین حدیثی وجود نداره، حدیث صحیح، این ضعیف است، حدیثی ساختگی هست. از این چیزها دور شوید، اسلام نیازی به خرافات نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم در هر جایی که هستید لباس عزت و عافیت به صحتمندی را بر تن داشته باشید و در تمام عرصه های زندگی و ابعاد زندگی موفق و کامیاب و سرفراز و سربلند باشید. بحث امروزی ما در مورد خبرهای که هر لحظه و هر ساعت و هر روز انتشار پیدا میکنه و اکثریت اینها واقعیت ندارد. شما باور بکنید خیلی از مسائل در صفحات مجازی در رسانه ها مطرح میشه که حقیقتی ندارد. اسلام دین تحقیق است، دین استدلال است، دین منطق هست، دین واقع گرایی هست، دین روشنفکری هست. دین اسلام مخالفی پذیرش هر چیزی بر اساس کورکورانه، به پذیرش هر مزخرفات، هر خرافات، هر بدعات، هر چتیات است. الله تبارک و تعالی می فرماید ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. اگر به شما کسی خبری می آورد، یک انسان فاسق، خبرکشر الله میگه انسان فاسد است، فاسق است. اگر کسی به شما خبری آورد، شما تحقیق بکنید، جستجو بکنید، ببینید که این خبر واقعیت دارد یا ندارد. چرا؟ مبادا بر اساس جهالت به خبری که به شما رسیده با کسی یک مشکل ایجاد بکنید، یک مصیبت را برسانید برای کسی. بنابراین اسلام دین تحقیق است. ما باید وقتی یک قضیه مطرح میشه کوشش بکنیم تحقیق بکنیم که حقیقت داره یا نداره. یک مسلمانی که ایمان به الله داره، به روز قیامت داره، به رسول الله داره، به قرآن ایمان داره، هرگز چنین مزخرفاتی قبول نمیکنه. شما از دیروز تا امروز شنیدید، یک نمونه ایشه. چون ما در اوج گسترش ویروس کرونا زندگی میکنیم فعلا در تمام دنیا این ویروس همه جهان را تهدید داره و همه بشریت امروز در برابر دست و پنجه نرم میکنن. به جایی که انسان استغفار بکنه، به طرف خدا رجوع بکنه، ففروا الی الله، به طرف الله برگردید، میان مسخره میکنن این ویروس یا این عذاب به تمسخر میگیرن، توهین و تحقیرش میکنن، در حالی که این کار نادرست است. از دیروز تا امروز یک خبری که انتشار یافته در صفحات مجازی، ممکن بالاتر از 200 نفر از خواهران به برادران که در خارج از کشور هستند سوال کردن که آیا این قضیه واقعیت داره؟ آیا این خبر واقعیت داره؟ موقف اسلام در برابر چی هست؟ یعنی به این معنا که میگن یک طفلکی به دنیا آمده و نمیفهم، در مرحله اول صحبت کرده و گفته کسی که 2 گلاس چای سیاه خورد و این به اصطلاح تداوی ویروس کرونا هست. اینها همش مزخرفات است، چتیات است، قابل قبول نیست. یک انسان عاقل نمیپذیرد چنین چیزهایی را. امروز دوباره عیسی در گهواره نمیآید که چنین سخن بگوید. دوباره طفلی نیست که پاکی یوسف ثابت بکند در عصر امروز با همون به اصطلاح طبقی که در او زمان این قضیه ها رخ داده. بنابراین نباید به این چیزها باور کرد، نباید این چیزها را قبول کرد انسان مؤمن. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، برگ از درخت نمیفته مگر که الله میدانه. الله شفا دهنده است، الله مشکل گشا است، الله مشکلات حل میکنه، الله رزاق است، الله همه چیز و مشکلات ما را به اصطلاح از ما دور میکنه، مصیبت ها و مشکلات را.
به جایی که انسان دامن الله را بگیره، با الله رجوع بکنه، با چه چیزهایی باور میکنن، به اعتقاد میکنن. از طرف دیگه میبینی که چقدر روی این قضیه تفسیر میشه، به اصطلاح به توهین و تحقیر و تمسخر گرفته میشه، در حالی که چنین چیزی وجود نداره، واقعیت نداره عزیزان من. یا بحثی دیگر میبینی که به اصطلاح در صفات مجازی یک کسی به نام شیخ احمد، از زمانی که ما یاد میدیم این شیخ احمد وجود داره نمیفهم چرا، اگرچه که سن ما خویق در بالا نیست، ولی کسایی هستند که ممکن 60 سال 70 سال عمرشان است، میگن هر سال در یک قسمتی از سال نامه های منتشر میشه، نمیفهم به نام شیخ احمد در مدینه خواب دیده که چند هزار مسلمان از دنیا به ایمان رفته، چند هزار به اصطلاح مرتد شده، فلان شده فلان شده. والله اینها واقعیت نداره، اینها همش دروغ، مزخرفات، چتیات. نباید مسلمان اینها را باور بکنه. اسلام دین واقع گرایی است، حقیقت گرایی است. حقیقت را باید ببینی، بدانی. مؤمن کسی است که با چشمش حق را ببینه، با زبانش حق را بگویه، با گوشش حق بشنوه، با دلش حقیقت بپذیره. انسان مؤمن دنبال خرافات و بدعات و چیزهای شایعات نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما توصیه میکنه، میگه مؤمن زیرک است، مؤمن هوشیار است، با هر حرف مزخرف فریب نمیخوره، قبول نمیکنه هر چیزی. بنابراین چگونه مؤمنایی هستیم ما که امروز هر چیزی به خورد ما میدن ما قبول میکنیم؟ امروز بشریت با تمام تکنولوژی، ابزار و تمام دستاوردهایی که در عرصه طبی داره در برابر ویروس کرونا عاجز آمدن. و شما دیدید که در اندونزیا، مالزیا دکترها سر به سجده گذاشتن که یا الله از توان ما نیست، ما ضعیفیم در برابر این عذاب. و شما ببینید یک نفر بلند میشه میگه یک تفلک آمده به دنیا گفته که کسی 2 گلاس چای سیاه بخور از ویروس کرونا محفوظ میمانه. الله اکبر. اسلام با چنین منطق مخالف است عزیزان من. یا سر و صدای دیگری میبینید که میگن ولای و اصطلاح در لاولای ورقهای قرآن تارموی است و نمیفهم کی از رسول الله هست و کسی که را به بین آب بیندازه و بعد او آبش استفاده بکنه از ویروس کرونا شفا می. اینها همش دروغ است، مزخرفات است، هیچ اساس و بنیادی نداره. ما مأموریم از خود رسول الله اطاعت بکنیم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع الله و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله میگه از خود پیامبر ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر میخواهید از الله شما را دوست داشته باشه رسول الله را باید متابعت بکنید. ما مأمور نیستیم از موی رسول الله اطاعت بکنیم، مأمور هستیم از شخصیت رسول الله، اخلاق رسول الله، رفتار رسول الله، آنچه پیامبر به ما آورده که عبارت از قرآن و سنت است، از اون مأمور هستیم که پیروی بکنیم. به یک چیزی اتفاقی است، یک کسی قرآن تلاوت میکنه ممکن از موی ریشش، سرش، ابروش، مژه‌اش، سبیلش یک تار موی بفته در لابلای قرآن. یا یک کسی میخواد شما رو به اصطلاح به یک بهانه فریب بده، خبرهای دروغین انتشار میاندازن. به اصطلاح اونها در حقیقت بیانگر است، میخوان اعتقاد یک مسلمان رو معلوم بکنن که یک مسلمان چقدر با خدا باور داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از صحابه پشت سرش بر یک وسیله سواری سوار هستن، برش میگه، پیامبر میگه بدان این را اگر تمام بشریت دست به دست هم بدن، تمام قوت و نیرویی که دارن مصرف بکنن برای ضرر برسانن تا الله نخواه نمیتونن برای ضرر برسانن، و تمام بشریت جمع بشه برای بخوان نفعی برسانن تا الله نخواه نمیتونن نفعی برسانن. بنابراین عقیده مسلمان در برابر الله است. ما مأمور هستیم از ما تحت اسباب، آنچه که در عالم اسباب است از استفاده بکنیم. برای صحتمندی ما عبارت از ماسک، رعایت نظافت، به اصطلاح مواد تغذیه خوب، به اصطلاح استفاده از دوا دکتر، اینها چیزی است که اسلام تاکید کرده. بعد از حفاظت و بعد از وقایه توکلمان بر الله میکنیم، ببینیم هر چی که از طرف الله آیت نیکوست، هر چی از طرف دوست آیت نیکوست. یا به اصطلاح یک بدبختی دیگه هم که امروز در صفات مجازی است، خیلی از خواهرها و برادران سوال میکنن، یک کسی یک پیام روان میکنه میگه اگر این به 100 نفر روان نکردی لعنت خدا سرید، اگر این به 1000 نفر روان نکردی به اصطلاح برید مصیبت میرسه، نمیفهمم برید خبر بد میرسه که برید چنین است چنان است. تمام این مسائل جزء خرافات است، جزء چتیات است، در منطق یک مسلمان واقعی نمی گنجد. یا به اصطلاح هیچ کسی حق نداره انسان لعنت بکنه، حتی از نفرین کردن در حق حیوانات انسان منع شده. حتی حق نداری بت یک مشرک را دشنام بدی. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، شما دو نده چیزهایی که اونها میپرستن غیر از خدا، چون اونها هم باز خدای شما را دشنام میدن. بنابراین
اینها همش چیزهای ساختگی است. مسلمان نباید به اینها باور بکنه و هیچ ضرری هم برای شما نمیرسه. کسی حق نداره سر کسی یک چیز رو تحمیل بکنه. اگر مطالب خوبی است، ویدیوی خوبی است، چیزی به درد اعتقاد و باور مسلمان، ظرفیت علمی انسان رو واضح‌تر به اصطلاح یا بالاتر میبره، ارتقا میده، کار خوبی است برای دیگران به اشتراک بگذارید، اما نه هر خرافات و چتیاتی به اصطلاح. و نکته دیگر، ماه مبارک رمضان نزدیک است که حدیث جلیل که ساختن هر روز در صفحات دست به دست میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته کسی خبر ماه مبارک رمضان رو برای مسلمان ها بشارت بده آتش جهنم بر او حرام است. والله چنین حدیثی وجود نداره. حدیث صحیح این ضعیف است، حدیثی ساختگی هست. از این چیزها دور شوید. اسلام نیازی به خرافات نداره. اسلام مثل آفتاب آشکاراست. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، میخوان نور خدا را با این خرافات بپوشانند ولی نور خدا را پوشیده نمیتوانند. بنابراین برادران عزیزم، خواهران عزیز به بزرگوار، با این چیزها باور نکنید، اعتقاد نکنید. اینها جزء مزخرفات است، جزء چتیات است. هیچ سود و ضرر و نفعی برای شما نداره اینها. ما معتقدیم که نفع از جانب الله به ما میرسه، به اذن الله به ما میرسه، ضرر به اذن الله به ما میرسه. هیچ کسی نمیتونه به ما ضرر برسونه. الله تبارک و تعالی و پیامبر میگه ای پیامبر تو برای مردم بگو من مالکی نفع و ضرر برای خود حتی نیستم. این متن آیات قرآن هست. ای پیامبر بگو برای مردم لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من برای نفس خود مالکی نفع و ضرر نیستم. وقتی رسول الله نتونه به کسی ضرر برسانه، دیگه کسی چی میتونه برای کسی ضرر برسانه؟ بنابراین از این خواب چای گرفته، از خواب شیخ احمد گرفته، از سخن گفتن این تفلکی که در گهواره گفته به اصطلاح چای بخورید، به اصطلاح از تارموی در بین قرآن، از خبر دادن رمضان، نمیفهمم فلان فلان فلان، این پیامبر بر 100 نفر روان بکن، اینها همش جزء مزخرفات. مسلمان در برابر اینها مسئول نیست که اینها را باور بکنه یا به اینها عمل بکنه. موفق و مؤید باشید. این بود برنامه امروزی ما خدمت شما عزیزان. چون خیلی از برادران و خواهران کوشش کردن که باید شمایی را به اصطلاح ذکر بکنید. یک نکته دیگه هم که قابل تذکر است، همین فعلا در ذهنم آمد، بحثی به اصطلاح فرود آمدن ستاره دنباله‌دار است یا شهاب سنگ است. یک عده افراد بیکارن، میخوان به اصطلاح هر چیزی یک جهت دینی بدن. نمیدونم این در قرآن آمده و نمیدونم در حدیث آمده و اصلا در قرآن اتفاقاتی ذکر شده که وقتی قیامت بیای اذا الشمس كورت و اذا البحار سجرت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، همه چیز منهدم میشه، برهم میشه، آسمان از بین میره، زمین از بین میره، همه چیز کل من علیها فان، همه فنا میشن، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاک میشه الا الله تبارک و تعالی که باقی است و او ذات حی لا یموت است. اگر عیانا اتفاقی بیفته که قیامت به وقوع پیونده، کسی نمیتونه جلویش بگیره. بنابراین تشویش نکنید، نه هراسید از هیچ چیزی. حتی هم ویروس کرونایی که امروز شما میبینید به حد تبلیغاتش بالاست، به حد سرعت تبلیغاتش زیاد است. شما در روانشناسی یک بحث دارین، به حتی انسان میتونید شما با تبلیغات از بین ببرید. و امروز ما در همون موقع قرار گرفتیم. یک ویروسی که سرعت کشندگیش از 1% تا 2% است و امروز شما میبینید در رسانه‌ها به حد تبلیغ شده که وقتی به کسی میگن شما ویروس کرونا دارید دیگه جان میده. فکر میکنه یعنی دیگه کرونا کسی که گرفت دیگه به معنای حیات نیست، دیگه نمیتونه زنده باشه. تشویش نکنید، توکلتان بر الله بکنید و از تمام ابزار و وسایل برای حفظ حیاتتان استفاده بکنید، چون مقاصد شریعت ما حفظ حیات و حفظ نفس و نسل انسان هاست. بنابراین توکلتان بر الله بکنید. موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله.